سلام، من یاسمینم و این کیکی که میخوایم با هم درست کنیم چند وقتیه که یکی از مورد علاقه ترینام شده و اون چیزی نیست جز چیزکیک سن سباستین. من دستورپخت‌های مختلفی در رابطه با پخت این چیزکیک دیدم و همشون جوری آدمو میترسوندن که داخل فر اون چیزی در نمیاد که تو میخوای. اما چند روز پیش دستورپخت دیدم که به راحت ترین حالت ممکن دستورپختش رو توضیح داد. و باید بهتون بگم که تو درست کردن این چیزکیک مچی دستم از دست دادم، انقدر که باید هم میزنم. توی هر مرحله بعد از اضافه کردن مواد جدید حدود 30 ثانیه باید مواد هم میخورد و بعد مواد بعدی اضافه میشد. اما من همه این سختی‌ها رو به جون خریدم چون بی نهایت عاشق این چیزکیک شدم و مثل یک عاشق منتظر موندم تا این چیزکیک خوشمزه آماده بشه. اینجوریه که پنیر خامه ویلی رو همراه با شکر اونقدر هم میزنیم که یه مقدار شل بشه و بعد خامه صابونه و مرحله به مرحله تخم مرغ دونه دونه اضافه میشه. تخم مرغ رو میشکنیم، داخل مواد میریزیم، هم میزنیم حدود 30 ثانیه و بعد مرحله بعدش دوباره تخم مرغ، دوباره هم زدن، دوباره تخم مرغ بعدی و این مرحله حدوداً 4 بار تکرار میشه چون ما 4 تا تخم مرغ توی این دستور پخت و من جوری فیلمش رو گذاشتم که هر 4 تا مرحلهش باشه و شما حتی اگه نخواین دستورم کامل گوش کنید یا حتی بخونید از داخل کپشن، کاملا با دیدن ویدیو خالی هم میتونید به راحت ترین حالت ممکن این دستور رو درست کنید و ازش لذت ببرید. بس که این دستور خوشمزه است. بعد از اون 4 مرحله وانیل اضافه میشه، دوباره 30 ثانیه هم میزنیم و 4 تا قاشق سرخالی تقریبا میتونم بهتون بگم آرد گندم بهش اضافه میکنیم و اینو هم کامل هم میزنیم. در نهایت حتما دورگیری کنید چون امکان داره یه مقدار تخم مرغ کناره های ظرف باقی مونده باشه و هم نخورده باشه. برای قالب هم داخل دستور پختی که من دیدم گفته بود 2 تا ورق کاغذ روغنی، اما من 3 تا گذاشتم چون یه سری جاهای از قالبم هنوز پوشیده نشده و اصلا به شلخته بودن این کاغذا نگاه نکنید، باید اینجوری باشه. در نهایت چند تا ضربه میزنم که حبابش بیاد بیرون و میره توی فر و اینجوری خوشگل میاد بیرون. باید اینجوری روش سوخته باشه چون اسمش چیزکیک سوخته است. در واقع کل پروسه پختش داخل فر 40 دقیقه و تو دمای 200 درجه انجام میشه. اگه میخواین این چیزکیک خوشمزه رو برای مهموناتون درست کنین حتما از شب قبلش درست کنین چون حداقل 8 ساعت باید داخل یخچال بمونه تا مواد میانیش توی یخچال ببنده. البته بعد از اینکه از فر در میاد 1 ساعت بعد تو دمای محیط بمونه و بعد انتقال داده بشه به یخچال. دستور کامل این چیزکیک تو کپشن هست. لذت ببرید. بای بای.